یه مدت خیلی زیادی میشه که مپ آلکاتراز از گیم حذف شده، به جاش مپ ریورس اومده. آیا قرار مپ آلکاتراز برگرده یا همیشه از گیم حذف شده؟ یه سری خبرای خوب واسهتون آوردم. سلام دوستان عزیز، چطورید بچه‌ها؟ من احمد لژند هستم و خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. امروز یه سری خبر فوق‌العاده خفن واسهتون آوردم در مورد مپ آلکاتراز. میدونم خیلیاتون ازتون سواله، آیا مپ آلکاتراز قراره برگرده یا اصلا همیشه از گیم حذف شده؟ به خاطر همین حرفای شما و کامنتایی گذاشته بودید رفتم کامل پیگیری کردم. خیلی از لیکرها در مورد مپ آلکاتراز یه سری حرفا زدن که معمولا این لیکرها همیشه اطلاعات در مورد وسایل و تغییراتی که در سیزن آینده به گیم اضافه میشن و توضیحات میدن که معمولا درست در میاد. البته یکی از سازنده‌های کال اف دیوتی موبایل با یکی از پارتنرهای خیلی معروف اومده حرف زده در مورد مپ آلکاتراز. ترجمه اونم آوردم که کامل متوجه بشید مپ آلکاتراز چی شده و اصلا میاد یا نه. ولی خب خیلیاتون یه سوالی ازم داشتید. امروز گردونه نیکتوی لژند به گیم برگشته بچه‌ها. حالا گردونه نیکتوی لژند ارزش خرید داره یا نه؟ واقعیت این گردونی که از خفن ترین کاراکترهای لژند کال اف دیوتی موبایل هستش و اگه بخوای گردونش هم بزنی 5800 تا سی پی میخواد، یکم به حساب گرونتر از گانای لژند. ولی خب یه دونه گان لژند داره، یه دونه کاراکتر لژند داره، ایموتش هم که نگم مثلا یکی از خفن ترین ایموت‌های تاریخ کال اف دیوتی موبایل، همونی که رو صندلی میشینه. از اون لحاظ به نظر من ارزش خرید داره. من خودم این کاراکتر خیلی دوست دارم. اینم خیلیاتون سوال کرده بودید، گفتم داخل این ویدیو واسهتون توضیح بدم که همتون ببینید. ولی خب برگردیم به مپ آلکاتراز. یه سری نکات مهم بهتون میگم. مپ آلکاتراز حدوداً 3 الی 4 سال قبل بود به گیم اضافه شد. دومین مپ کال اف دیوتی موبایل داخل بخش بتل رویال بود و اگه یادتون باشه پلیر قدیمی باشید، اولین باری که مپ آلکاتراز به گیم اضافه شد مپ ایزولیتد از گیم حذف شد. یعنی حدوداً یک سیزن کامل کسی نمیتونست ایزولیتد رو پلی بده. من اون موقع یادم خیلی میگفتن کلا ایزولیتد واسه همیشه حذف شده. معمولا کال اف دیوتی موبایل، حالا چرا اینو بهتون گفتم، اگه مپ جدیدی به گیم اضافه میکنه، اون مپی که مورد علاقه همه هستش و بین همه محبوبه از گیم حذف میکنه، بعد دوباره برش میگردونه. این نکته رو یادتون باشه. حالا مپ آلکاتراز چی شده و کی قراره برگرده؟ اگه در جریان باشید، به جای مپ آلکاتراز یه دونه مپ جدید اومده، ریورس آیلند، که یکی از مپ‌های معروف وارزون هستش. توی وارزون 1 خیلی محبوب بود و یکی از خفن‌ترینا بودش. توی کلا سری بلک آپس و این داستان هم همیشه این آلکاتراز بوده. یکی از زندان‌های خیلی مخوف آمریکا هستش بچه‌ها، بغل یه دونه جزیره است. ولی خب ریورس آیلند همینی که الان مشاهده می‌کنید مدل بروز رسانی شده آلکاتراز خودمون. حالا توی آلکاترازی که الان ما داریم می‌بینیم مثلا فکر کنم بلک آپس 4 بود، یه 3 هستش، دقیقاً یادم نیست، فکر کنم 4، چون توی اون بود بتل رویال واسه اولین بار به کال اف دیوتی به حساب اضافه شد، اونجا اومدش و یکم تغییرات داشت. ولی خب این ریورس آیلند هم توی وارزون موبایل هم بودش. خیلی وقت در موردش حرفا وجود داشت که میگفتن به کال اف دیوتی موبایل اضافهش میکنن، که آخرش حدوداً از شروع همین فصلی که داخلش هستیم به گیم اضافه شد و به خاطر همین آلکاتراز از گیم حذف شده. حدوداً 50 الی 60 روزی میشه که آلکاتراز از گیم حذف شده، داخل کاستوم و این داستان اصلا نمونده خاطر ریورس آیلند. یه مدل هستش بچه‌ها، معمولا گیم‌های خیلی محبوب این کارو همیشه انجام میدن. اون گیمی که اون مپی که خیلی محبوب رو حذف میکنن که طرفدارا بگن ای خدا اون برگردونید برش گردونید. دیدی مثلا یه چیز جلو دستتون بهش عادت میکنید، واسهتون مهم نمیشه، بعد ازتون میگیرن، خیلی بهش علاقه پیدا میکنید. اینم دقیقاً همین داستانیه. بچه‌ها اگه تونستید حتما ویدیو رو لایک کنید، خیلی حمایت بزرگی از من باعث میشه ویدیو من به بقیه هم نشون داده بشه. دمتون گرم که این کار رو انجام بدید و بریم واسه اخبار اصلی در مورد مپ آلکاتراز. همین الان که برید داخل گیم، داخل بخش دانلودها مپ آلکاتراز هستش و شما میتونید برید کارهای دانلودش انجام بدید. این تنها دلیلش اینه که مپ آلکاتراز واسه همیشه از گیم حذف نشده. حالا میمونه که کی قراره به گیم برگرده. اینجاش خیلی مهمه. یه سری خبرها اومده بیرون، چون اون موقعی که ریورس آیلند معرفی شد، سازنده‌های کال اف دیوتی موبایل، نمیدونم سازنده‌اش بود کی بود، داخل یه دونه لایو یوتیوب توی کانال اصلی خودشون، اینجا رو بخونید، من صداشو گرفتم کپی رایت نگیرم، برگ ازش پرسید آلکاتراز قراره برگرده؟ کی گفت آره 100% برمیگرده. ولی خب بیشتر از این در موردش فعلا حرفی نمیزنیم. این واسه شروع سیزن بود بچه‌ها، حدوداً 60 روز قبل بود، 50 الی 60 روز قبل بود که گفتش آقا ریورس آیلند قراره بیاد. بعد یکی از لیکرها اینو داده بیرون، میگه قرار سیزن 7 برگرده. ولی خب فکر نکنم بیفته سیزن 7، احتمال شاید سیزن 6 که شروع بشه حدوداً 8 روز 9 روز آینده توی بخش تورنمنت ببینیمش. ولی خب طبق گفته‌های خود اکتیویژن
آلکاتراز 100% برمیگرده. معمولا گیم ها این کارو میکنن که اون چیزی که جلو چشم شما هستش و همیشه در دسترستون بوده واسهتون عادی شده، یه دفعه مثلا واسهتون خیلی مهم بشه. الان دیدی اینترنت توی ایران قطع کردن، هممون دوست داشتیم اینترنت برگرده، چقدر پول خرج کردیم به اینترنت وصل بشیم و این داستانا، یادتونه دیگه. و یه دفعه وصلش کردن یکی شد سوپرمن و این داستانا، گفت آقا من وصلش کردم ببینید، و همه گفتن دست در نکنه. بعد خود نمیگن خود چرا اون قطعش کردی. متوجه است داستان شدید؟ طبق گفته‌های لیکرهای معروفی که واسهتون گذاشته بودم، یکی از معروف‌ترین لیکرهای کال اف دیوتی موبایل هستش، سیزن 7 برمیگرده. خود سازنده‌های کال اف دیوتی موبایل هم اعلام کردن که 100% برمیگرده، ولی خب فعلا حرفی در موردش نمیزنیم. پس احتمال خیلی زیاد همون سیزن 6 و 7 برمیگرده، ولی خب نظر شخصی من باش روی سیزن 6 آلکاتراز رو داخل گیم خواهیم داشت. اگه توی تورنمنت هم داشته باشیم 100% توی بخش کاستوم روم و این داستانا خواهیم داشت. این در مورد مپ آلکاتراز. پس نگران این داستان نباشید بگید آقا آلکاتراز نمیاد یا هر چیز دیگه. رفتم اینا رو واسهتون پیدا کردم، دهنم سرویس شد. ولی خب یه سری توضیحات در مورد ریورس آیلند بهتون بدم که اصلا داستانش چیه و چی نیست و چیزایی که احتمالاً واسهتون سوال پیش اومده رو جواب میدم. چون میدونم خیلیاتون بعضی وقتا ویدیوها رو رد میکنین، یه سری نکات رو مثلا رد میکنین، آقا اینا رو مثلا بریم بخیش بعد میبینیم بینابه یه سری حرفای مهم زده شده که توی کامنت میپرسید آقا چی شد چی نشد. آلکاتراز مدل قدیمی و اولین مدل به حساب آلکاتراز هستش بچه که توی گیم کال اف دیوتی اومده. حالا چرا این دارم بهتون میگم؟ چون پایه و اساس کال اف دیوتی موبایل بر اساس کال اف دیوتی بلک آپس 4 هستش. اینو میدونستید؟ همون نینجا و داستان هم داخل هم بوده. اولین بچه رویال کال اف دیوتی که منتشر شد. اگه یکم شانس می‌آوردیم یه سال 2 سال دیرتر میومد، احتمالاً بر اساس وارزون درستش می‌کردن. اگه دقت کرده باشید خیلی از گانا و این داستان و کاراکتر و خیلی از چیزایی که داخلش هست شبیه سری بلک آپس هستن. مثلا اگه بری داخل اینترنت سرچ بکنید بلک آپس 4 بچه رویالش بلک آوت دوست اونجاست دیگه. الان داخل کال اف دیوتی موبایل هم هستش. نینجا داره، تریکستر داره، نامرئی داره، هر چیزی که فکرشو بکنید، لوکاس و این داستانا واسه همونجا هستن. کل گانایی که اینجا می‌بینید همشون اونجا دیگه، پای و اساسش اون بوده. چون از اون موقعی که اون اومد سعی کردن اینم درست بکنن، دیدن آره بتریار داره جواب میده، چیز خوبیه. حالا دارن ذره یه سر زبونم داره فلان میشه میگیره، میگم حالا ذره کال اف دیوتی موبایل میخواد موتور بازی رو ارتقا بده، ذره ببرتش سمت کال اف دیوتی سری مودرن وارفیر و این داستانا، سری وارزون. اگه دقت کرده باشید الان این ریورس آیلند تو وارزون بود بچه‌ها، از اونجا آوردنش. میگن یه سری مپای دیگه هم قرار از وارزون بیاد، مثلا المزرعه و این داستانا، نمیدونم اونو پلی دادید یا نه. اون بود با یه دونه مپ دیگه، ولی خب در مورد وردانسک و این داستانا اصلا حرفی گفته نشده. توی فایلای دیگه مثل چیزا پیدا شده، احتمالاً یه ویدیو واسهتون درست بکنم در مورد. ولی خب ذره داره تمام چیزایی که اونجا بوده میاد اینجا. چون در مورد مومنت و این داستانا احتمالاً شنیدید دیگه. اون مومنتی که قراره بیاد، همون مثلا جامپ اسلاید دلفینی و این داستانا، اینا واسه مودرن وارفیرن. اینایی که الان شما به حساب میبینید داخل گیم واسه بلک آپس 4 هستن. میدونستید اینا رو؟ او یکم اطلاعات در مورد این چیزا داریم. یادش بخیر موقع من روی ایکس باکس پلی میدادم به حساب کال اف دیوتی این داستانا رو، تا ادوانس وارفیر بود فکر کنم، توی تا اون پلی دادم. بعدش دیگه به حساب کنسولم گیم و این داستانا واسش از سری کال اف دیوتی نیومد. معمولا پیگیر اخبار بودم. یادم اولین بتل رویال، چون من اون موقع پابجی هم پلی میدادم، خیلی قدیما کال اف دیوتی موبایل هنوز نیومده بود، سیزن 2 3 و اینا 4 اینا بود فکر کنم. خلاصه اون موقع هی میرفتم نگاه میکردم توی یوتیوب، میگفتم ببینم چیه بتل رویال کال اف دیوتی، مثلا میگن آقا یه همچین چیزی اومده بلک آپس 4 و بلک هاک. میرفتم نگاه میکردم، گرافیک چقدر خفن بود. یادش بخیر دلم تنگ شد اون موقع، خیلی قدیمی حرفه، 7-8 سال پیش میشه فکر کنم. خلاصه کلام کال اف دیوتی موبایل داره ذره گیمو تغییر میده. اگه دقت کرده باشید وارزون موبایل استشون جواب نداد. بعد خب اینا همه چی رو طراحی کردن دیگه، نه؟ ذره دارن مکانیزمایی که اونجا هست و انتقال میدن اینجا. بعد یه مدت مثلا میبینی آپدیت گرافیکی میدن واسه آلکاتراز که الان مشاهده میکنیم، اینو ارتقاش میدن. مپایی که توی گیم هستن رو ارتقا میدن. کل گانایی که هستن رو میبینی یه دونه آپدیت میدن که آقا گانا تغییر پیدا که این مومنت این کاراکتر است. هی ذره ارتقاش میدن، یه دفعه میبینی وارزون شد. احتمالاً یه همچین داستانی پیش بیاد، معلوم نیستش. ولی خب الان شاید خیلیاتون بگید آقا این چیز خیلی خوب نیستش، مومنت جدید ما دوستش نداریم. ولی خب
بدون قول میدم بعد این مدت اگه به گیمم اضافه بشه حدود یه ماه 2 ماه یکم مشکل دارید همتون بینش، ولی خب بهش عادت میکنین. حرکت‌های نمایشی عجیب غریب میتونید باش بزنید، مثلا میگه آها پرهام چقدر باحاله. داستان اصلی اینه، از اون لحاظ دارم بهش میگم. خلاصه کلام این در مورد مپ آلکاتراز. پس نگران نباشید، طبق گفته‌های خودشون و لیکر و این داستانا 100% برمیگرد. فقط تایم اومدنش یکم این ور اون وره، ولی خب طبق گفته‌های یکشون که گفت داغ سیزن 7 میاد، یعنی این سیزن نه سیزن بعد، ولی خب من میگم سیزن 6 برمیگرده. اینو از من در نظر داشته باشید. سیزن 6 شروع بشه میاد، احتمال خیلی زیاد. بعد میبینی سیزن 6 نمیاد، هم 7 میاد. تو چرا گفتی سیزن 6؟ خلاص از آلکاتراز این داستانو بیایم بیرون، بریم واسه گردونه کال اف دیوتی موبایل. اخبار این داستانا پنجشنبه ساعت 3:30 اخبار جدید واسهتون میذارم در مورد مسئله قرار سیزن 6 به کال اف دیوتی موبایل اضافه بشه. شما اگه در جریان باشید سیزن 6 میشه دیگه. آره سیزن 6. اگه در جریان باشید هنوز بتل پس برگشتی و فلان و این داستانا موندن، استری گردونا موندن، استری جوایز دیگه موندن. کامل موقع توضیح میدم. ولی خب در حال حاضر یکی از گردونایی که داخل کال اف هستش همین نیکتو هستش. یعنی ما بقیه گردون چیز خاصی نیستن به نظر من. گردونای سریز هم مثلا خیلی خوب نیستن. گردونای سریز این سری الان مثلا زودیاک 2 خوب نیست، فقط نایفش یکم خوبه. اون نایفایی که مدلی هستن زیاد به درد بتل نمیخورن، توی مولتی بیشتر به درد میخورن. توی مثلا مولتی بتل برشون داری این مدل نایفای کوچیک مثلا لژندشون میاد 4 تا باید بزنی، کاتانا 2 تا میخواد. اگه هد و اینا هم بزنی دمیج بیشتری وارد میکنه. مثلا طرف یکم دمیج باشه 2 تا کاتانا بزنی طرف میفته، ولی خب با این نافه باید 4 تا بزنی، خیلی فرق بینش. در مورد نیکتو، من نیکتو رو خیلی دوست دارم. یکی از کاراکترهایی هستش که مورد علاقه منه و واقعا همیشه دوستش داشتم، همیشه برش می‌داشتم. ولی خب بعد یه مدت دیدم آقا بچه‌ها میگن تو این همه کاراکتر گرفتی چرا همیشه اینو برمی‌داری؟ آقا بقیه رو بردار ما ببینیم. حداقل نمیتونیم بگیریمشون این کاراکترها رو برشون دو با گرافیک آخر ببینیم چی میشه چی نمیشه. یکی از کاراکترها رو داشتم، فینیشرش رو باز نکرده بودم. به همیشه میگفتن چرا کاراکتر تو فینیشرش فلانه، فینیشرش معمولیه، چیکار کردی؟ میگم بابا اینا کاراکترهای میتیک باید فینیشرشون هم باز بکنی، خیلی پول میخواد. 420 مثلا کارت آپگرید میخواد. کارت آپگرید هم معمولا 100 تا میده، یعنی شما باید نزدیک 1500 تا 2000 تا سی پی خرج بکنی که بتونی فینیشرش رو باز بکنی. خب این از یه لحاظ خیلیه. مثلا بعضیاشون خوشگل نیست. الان مثلا من خودم سایرن رو خیلی دوست ندارم. اینطوری میکنه طرفو این بره تو آسمون و یه دونه بعد دستش اینجوریه دیگه میبره بالا، بعد با آب میکشونه پایین. یه عجیب غریبه، انگار آبشاره. ولی خب دوست نداشتم بگیرمش. خب بعد خیلی از بچه‌ها همیشه تو کامنت میگفتن آقا چرا اینو نداری؟ تو باگ زدی، چی زدی، نمیدونم چی اسکین زدی فلان. دست میگم بابا من زدم گردون داشته دیگه، برید نگاه کنین. یادش بخیر. بعد سر همون دیگه اونو نگرفتم خدا وکیلی فینیشرشو، ولی هر کاراکتری میتیک که اومد فینیشرش من گرفتم 100%. گفتم حداقل فینیشرها رو داشته باشین، فردا پس فردا نگم بابا فلانی چرا فینیشرهاشون رو نگیرم. حالا در مورد نیکتو، اگه پول دارید بگیرید، کاراکتر خوبیه. در کل کاراکتر اگه بتل پلیر هستی کاراکتر داشته باشید قشنگه. مثلا کاراکتر لژند هم یکی مثل نیکتو خوبه تو گیم، ابهتشو داره. چون مثلا گردون فولم میخواد، مثلا خیلی ها ندارن، مثلا خیلی از کاراکترهایی که توی کریت این داستان میاد، چون خیلی مثلا رایگان میگیرنش و اصلا اون اعتباری که قبلا داشت نداره. مثلا خودتون یادتونه ویچ باردن و خیلی از کاراکتر روز مشکی و خیلی از کاراکترهای دیگه همچین داستانی واسهشون پیش اومد. الان مثلا بلک نوار و این داستانا رو اگه دیده باشید، الان یه مدت دیگه که از گیم هست بشن خیلی کمیاب میشن. یعنی مثلا میگه آقا طرف بلک نوار داره پرام، چون گرونه و خیلی سمتش نمیرم. مثلا سی پی باید خرجش بکنین دیگه. اونها هم که سی پی خرجش میکنن معمولا کاراکتر خفن‌تر دارن، معمولا اونها رو برمیدارن. و داستان اصلی این کاراکترها هم همینه. نیکتو رو من خودم اگه خودم باشم واقعا میگم، اون خب پولش هم نداشتم واقعا رفتم گرفتمش. یادش بخیر چقدر منتظرش بودم. یعنی یه دونه اکانت داشتم نیکتو داشت، بعد فروختم یه دونه اکانت بهتر گرفتم، ولی خب اون نیکتو نداشت. چقدر من منتظرش بودم این نیکتو برگرده. دقیقاً همین اکانت بود، این نیکتو نداشت. خیلی منتظرش بودم برگرده. فکر کنم برید ویدیوهاشم ببینید، ویدیوشو گذاشته بودم دیدن 1 سال 2 سال قبل بود فکر کنم. اون موقع چقدر منتظرش بودم آقا برگرد، تو رو خدا برگرد، بر نمیگشت. بچه‌ها دم تک تکتون گرم ویدیو رو تا الان نگاه کردید. خیلی عشقید، خیلی دوستتون دارم. امیدوارم روز خوبی داشته باشید.
فردا نه پس فردا ساعت 3:30 ویدیو اخبار میذارم، حتما اون موقع آنلاین باشید، یعنی پنجشنبه ساعت 3:30. خیلی دوستتون دارم. خدافظ همتون. فعلا.